سلام دوستان، اگر شما هم برای دریافت کد تایید واتساپ مشکل دارید، میخوام تو این ویدیو روشی رو که خودم تونستم باهاش کد تایید رو دریافت کنم به شما هم بگم. نکته اول، ترجیحاً واتساپ رو از وبسایت رسمی واتساپ به طور مستقیم دانلود کنید تا برنامه رو در قسمت دانلود گوشیتون داشته باشید. این امر برای زمانی که بار اول موفق نشده باشید کد رو دریافت کنید و 1 ساعت بعد به شما فرصت تلاش مجدد میده، کمک میکنه تا برنامه رو به راحتی حذف و سپس سریع نصب کنید. اینطوری مهلت زمان 1 ساعت کنسل میشه. نکته دوم که نمیدونم واقعا مؤثر بود یا نه، من از دیتای گوشیم و بدون اتصال به فیلتر شکن متصل شدم. کمی زمان برد اما به خوبی پیش رفت. نکته اصلی، به دلیل مسدود شدن پیامک و تماس من این کار رو در ساعات نیمه شب انجام دادم. پس به شما هم توصیه میکنم تو این ساعات امتحان کنید. خب بریم سراغ برنامه. شماره تلفن رو که وارد میکنید احتمالاً این پیغام رو به شما نشون میده که نتونسته کد تایید رو به شما پیامک کنه. پس شما از گزینه تماس استفاده کنید. اگر فعال نبود، واتساپ رو پاک کنید و مجددا نصب کنید. بعد از زدن گزینه دریافت کد از طریق تماس، واتساپ با شماره شما تماس میگیره و طی تماس به شما گفته میشه که اگر مایل به دریافت کد تایید واتساپ هستید، عدد فلان را وارد کنید. این عدد ثابت نیست، هر بار یک عدد رو میگه. پس عددی که از شما میخواد رو وارد کنید. سپس کد تایید به شما 2 مرتبه گفته میشه. کد رو وارد کنید، وارد واتساپ بشید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. موفق باشید.